سلام. بر اساس قانونی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضا کرد، شماره داوطلبان دریافت شهروندی روسیه در تاجیکستان افزایش یافته است. ظاهرا مهاجران تاجیک در روسیه نیز از این قانون قناعتمندند و آخرین راه را برای قانونی کردن کار و اقامت دائمی خود در روسیه روشن تصور میکنند. پوتین این قانون را 21 اپریل امضا کرد و در آن آمده است هر شخصی که روسی صحبت میکند و منتظم در روسیه زندگی دارد و یا خویشاوندانش در روسیه زندگی میکنند به شمول قلمرو شوروی پیشین میتواند شهروندی روسیه را به دست دارد. یعنی روسیه در این سمت استراتژی خود را کاملا تغییر داد و آن هم در حالی است که رویدادهای کریم و شرق اوکراین در مرکز توجه جهانیان قرار گرفت. هدف چنین گردش در سیاست روسیه چیست؟ با این قانون روسیه کدام هدفها را در کشورهای شوروی پیشین دنبال میکند؟ هدفهای استراتژی، امنیتی، اقتصادی و یا دموگرافی و یا در مجموع همه‌اش؟ ما برای دریافت پاسخ به این سوالها به صحبتمان از شهر مسکو عبدالله دولتوف، رئیس جمعیت تاجیکستانیان روسیه و در شهر دوشنبه قهرمان بقازاده، رهبر مرکز تحقیقاتی زیرکلا و رجب میرزا، تحلیلگر را دعوت کرده ایم. آقای دولتوف، با شما شروع میکنیم. شما چه نظر دارید؟ از آخر سال گذشته در تاجیکستان موقتا عریضه قبول کنی را از اون خواهشمندان به روسیه کوچیدن قطع کرده بودند. برای چی؟ برای که مثلا نسبت همون روسا تاجیکا بیشتر می اومدن. حاضر این علاوه‌هایی که در قانون قبول شده است، مثلا در باب 33 اش چنین علاوه کردند که کمیسیون مخصوص تشکیل می شود برای صحبت کردن و قبول کردن یا نکردن به شهروندی روسیه. باید گفت که پیشتر در این قانون چنین تشکیل چنین کمیسیون نبود و ما میدونیم که سطح رشوه‌خواری در روسیه چگونه است و وقتی که این کمیسیون را خدمات مهاجرت تشکیل میکند، این برعکس مشکلات زیاد ایجاد میکند برای غیر روس ها، برای غیر روس زبان ها. عموما گیریم اگر 2 سال پیش هدفهای روسیه زیادتر دموگرافی بودند، چون که روسیه دید که در روسیه خودی زیاد شوی اهالی پس شده ایستاده است و آنها خواستند که از حساب شهروندان مملکت‌های پیشتر اتحاد شوروی تعداد اهالیشان را زیاد گردانند. لیکن حاضر قانونی که آنها قبول کرده ایستادند برای ساده کردن قبولی گراجدانی روسیه، به فکرم زیادتر از به مقصد استراتژی روسیه، استراتژی همچون ژئوپلیتیکی روسیه نگرانیده شدند. آیا ما گفته می توانیم که مثلا در میان مقامات دولتی تاجیکستان در ساختارهای حکومتی آنان هم هستند که شهروندی روسیه را دارند بجز از شهروندی تاجیکستان؟ البته قانون اجازت می دهد، ولی همین گونه شخصیت ها هستند؟ تا جای من میدونم قانون اجازت نمیدهد که در ساختارهای دولتی، مثلا در روسیه میگویند گسودارسنی سلوژبا، در ساختارهای قدرتی، در ساختارهای امنیتی و در بعض دیگر ساختارهایی که با سیر دولتی یا با کارهای بی‌خطری دولت وابسته هستند به اونها اجازه داده نمیشد که دو شهروندی داشته باشند. ولی من شخصا میدونم نه یک دو نفر را، حتی وزیران را در تاجیکستان که شهروندی روسیه دارند و در اینجا هم منزل دارند. این چیزها هست، ولی ما میدونیم که تا کدام درجه در تاجیکستان رعایت قانون تا کدام درجه میلنگد. در روسیه باشد شاید روسیه منفعت دار باشد از این چیزها و برای همون بیمانیه شاید به اونها میدین. در سالهای اولی فروپاشی شوروی، روسیه به شهروندان تاجیکستان که در روسیه بودند پیشنهاد میکرد که شهروندی بگیرند. با وجود اینکه در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت، تاجیکان شهروندی نمی گرفتند. ولی حالا تاجیکستان آرام است، ولی شماره خواهشمندان شهروندی زیاد شده است. سبب چیست؟ امروز بیشتر من فکر میکنم که مردم ناامید شدند و این ناامیدی را اصلا هم اونهای آوردن که به سر قدرت آمدن تا این سالها، چون وظیفه اصلی خود یا عهده‌داری اصلی خود گویا همین دیدن که هرچی بیشتر ثروت جمع میکنن، مشکلات اجتماعی و عقیده های
آزادی مردم، استقلال خواهی مردم به نظر اعتبار نگیرن. یعنی وظیفت یک نیروهایی که واقعا وطن پرست هستند و هدفشان ساختن این ملت و این دولت است، همین گونه وظیفت همین گونه در کشورهای پساشورایی مکم نفرها یا پیشواهایی را دیدیم که همین گونه وظیفه ها رو برای خودش هدف انتخاب کرده باشد یا تعیین کرده باشد. در فهمش مردم وضعیت برای زندگی بهتر در روسیه زیادتر است و وقتی که وضعیت تاجیکستان وضعیت اقتصادی تاجیکستان در دوام یک چند سال برای بهتر کردن شرایط زندگی مردم شرایط نمیدهد، البته یک قسم اهالی حرکت میکند که وضعیتش رو بهتر کند و یکی از راههای آسان‌ترین برای بهتر کردن وضعیت این روسیه شمرده میشود. برای همین قسم اهالی حرکت میکند که شهروندی روسیه رو صاحب شود. چی باید کرد تا تمایل به دریافت شهروندی روسیه در تاجیکستان کمتر شود، تا متخصصان در خود تاجیکستان کار کنند، یا چنین کار ضرورت ندارد؟ برای چی اهالی، یک قسم اهالی، البته تمام اهالی نیست، یک قسم اهالی برای دریافت کردن شهروندی روسیه یا که مملکت حتی مملکت‌های دیگر حرکت کرده ایستاده است، البته در اینجا میبراید هم مسائل اقتصادی هم مسائل اجتماعی. اگر همین مسائل حل خودشون رو یابند، البته مردم حرکت میکند که حرکت دریافت گراجدانی مملکت دیگر رو نمیکند. پیش از همه باید به نظر گرفت که مقدار تاجیک ها و فارسی زبان ها در مجموع در مقیاس جهان ما بگیریم چندان زیاد نیستند و در خود تاجیکستان اهالی تاجیکستان هم یعنی چندان زیاد نیست. مثلا از روی نظریه های اقتصادی هم دولتی که حدود 15 میلیون اهالی ندارد از نگاه اقتصادی نمیتواند ثمرآور باشد. برای همین من فکر میکنم که تاجیکستان از یک جهت باید خیلی کوشش کند که شهروندان خود را تاجیکستانی ها را در وطن خودشان تأمین کرده تواند با جای کار خوب، با معاش خوب، با زندگی آزاد و فکری مردم به آن روانه شود که خاک این کشور را ترک نکنند و اگر به کشور دیگری میروند با هدفهای معین میروند، برای موقت میروند. با افزایش شماره داوطلبان شهروندی روسیه، کسی گفتن نمیتواند که در آینده فرزندان آنها در تاجیکستان زندگی خواهند کرد و یا در روسیه، ولی یک نکته روشن است که آنها به امید زندگی بهتر تاجیکستان را ترک میکنند. با این ترتیب برنامه چشمانداز رادیوی آزادی را به پایان میبریم. خدا نگهدار.